بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام یکی از حرکات زیر بغل که زیر بغل خودش دومین عضله بزرگ بدن بعد از عضلات پا و چهارسر رو واسهتون توضیح بدم. سیمکش یا لت از پشت پهن. حالا به صورت عملی با آقا بهزاد قهرمان جهان این حرکت رو با هم دیگه اجرا میکنیم. آقا بهزاد بفرمایید. ببینید پا قفل میشه پایین، میشینید کاملا دستا از درد میشونید یه ذره بازتر و به طرف پایین که میایید نفس رو میدید بیرون و به طرف بالا نفس رو برمیکنید. وقتی به طرف بالا میره تمرکزتون بیشتر میشه چون قلقله‌ها با حال با وزن‌ها فرق میکنه و هر چقدر دست بازتر باشه به عضلات داخل دلویت میشه، عضلات زوزنقه فشار میده و هر چقدر جمع‌تر بگید به عرض زیر بغلتون کمک میکنید، یعنی به پهن شدن زیر بغلتون هیچ کمکی یا تکونی هم نمیکنید. پس شد سیمکش پهن از پشت نشسته.